ناز آور که جشنی آفتاب است، سپاس آور که پاسی خاک و آب است. پسی هم آمدنی بهار، روزی مادران و زنان و نوروز خودش شاید زیباترین و با معنی ترین فلسفه زندگی باشد. بله، این هم یک نوع قرآن سعد است که از فیض و برکاتش زندگی تازه عالم و آدم و هستی شروع می شود. زیبایی به خنده می آید، از حیات نو بشارت می دهد. بهار، زن، مادر، نوروز، این سه واژه مختصر که وسعت و ژرفای معنی و فلسفه زندگی سازش به زمین و زمان نمی گنجد، طبعاً یک معنی دارند: زندگی سازی، عشق انگیزی، تازه‌کاری، فراهم آوردن محیط صداقت و مهربانی برای حضرت انسان. اگر دل پاک باشد، آدم به نیکی رو می نهد و اگر رو به نیکی نهاده است، پس سوی پاکی می رود. از اینجاست که هزار سالها این جانب مردم بهار پروری ما برابر رسیدن نفسهای تازه بهار و پاک سازی محیط زیست و اندیشه و نیت شروع می کنند تا بهار و نوروز پاک جوهر و جهان افروز از آنها نرنجد. به روز روزگاری آنها زیبایی، پاکی و فیض و برکات آرد. اگر به ابتکارات و جهد و تلاش پیوسته، سیاست داخلی و خارجی انسان پرورانه و دوست پسند پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان شوکت میرزیایف یک نظر کنیم، سرشتی بهاری و نوروزی داشتنش را بر علا احساس می کنیم. بهار آغاز آفرینشی تازه، پیغام حیات نو. نوروز عید وحدت و برابری و برادری است. برابری سری قدرت آمدن شوکت میرزیایف در خانه عمومی امان ازبکستان، بهار نوی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نوروزی برابری و برادری، مهربانی و غمخواری، دوستی و همکاری، صد و سرحد شکنی ها، دیدار بینی های گوارا آغاز شد. و اینک 3 سال می شود که به طفیل ابتکارات بهار سریشت و نوروز خصال راهبری دولتمان در صحنه جهان چهره ازبکستان نو انوار دوستی و برادری و برابری می فشاند. چون در سراسر کشورمان فرغانه نازنین ما هم به مکان و منزلی آبادانی ها، تازه‌کاری ها، دوستی و رفاقت، همکاری های طرفین سودمند و مهمان نوازی ها تبدیل یافته است. با اشتراک خادمان وسایط اخبار عاموی ولایت‌های سعود تاجیکستان، اوش و بادکان قرقیزستان، نمنگان، اندیجان و فرغانه ازبکستان برگزار شدن کنفرانس بین المللی، ثمره و ادامه ابتکارات سازنده راهبری دولتمان می باشد. در آغاز کنفرانس بین المللی، رکتور دانشگاه ژورنالیستیکا و کمونیکاسیون عاموی ازبکستان شهرزاد قدرت حجایف و حاکم ولایت فرغانه شهرت غنیف، مرکز مطبوعات حاکمیت ولایت و شعبه فرغانگی اتحادیه ایجادی ژورنالیستان ازبکستان برای تأسیس چنین یک انجمن سودمند در سطح بین المللی سپاسگزاری نمود
و تأکید کرد که راه اندازی نمودن همکاری مستقیم ژورنالیستانی وادی فرغانه تقاضای اوج تحولات و روند جهان شوی زمان معاصر می باشد. با عرض احترام به ریاست محترم ولایت فرغانه به ویژه و ابتکار رئیس محترم شهرت جان غنیوف در مورد تشریف روزنامه‌نگاران تاجیکستان، قرقیزستان به این شهر باستانی، به این منطقه تاریخی اظهار سپاس و تشکر میگویم و گمان میکنم که در سالهای صاحب استقلالی این اولین اقدام است که در بین جماهیر آسیای مرکزی از جانب ازبکستان به وقوع پیوستن این عمل نیک در آینده یک تحکرسی بسیار مستحکم در بابت همکاری و تجربه آموزی روزنامه‌نگاران این جمهوری ها می شوند. ما یک خانه داریم، هرچند زبان ها مختلف هستند، لیکن خانه اساسی ما در تاریخ و تا به امروز با نام وادی فرغانه معروفیت دارد. اون فرغانه ای که نه تنها 100 سال مقدم، 1000 سال مقدم دنیا را با فرهنگ و با تاریخ و با زبان و با علم و معرفت تکان داده است، امروز هم این اصالت تاریخی خود را گم نکرده است. وادی فرغانه از سرنفوذترین حوزه های آسیای مرکزی بوده، میدان همایش و برخورد منفعت های سه کشوری همسایه و هم تقدیر و هم تاریخ، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان است و بدون شک برای استواری اوضاع سیاسی، رشد اجتماعی اقتصادی منطقه اهمیت مهمی ژئوپلیتیکی دارد. اگر خواهید که آسیای مرکزی آرام باشد، پس باید نبض همیشگی فرغانه را مشاهده کنید. این پند بیهوده نگفتن، واقعا از نبض تپش قلب مردم فرغانه، وقتی که ما مردم فرغانه میگوییم در نظر داریم هم تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، خب باشد که این یک پایه مستحکم وادی در همه جماهیر آسیای مرکزی احساس می شود. گذشته از این کارهای شایانی که از جانب اتفاق ژورنالیستان فرغانه و توصیف رسیده است باعث افتخار است که واقعا ژورنالیست هم نه همچون یک انعکاس کننده حیات واقعی جمعیت اعتراف شده شناخته می شود، بلکه اون کارهایی که ریاست محترم اتفاق ژورنالیستان وادی فرغانه به سامان رسانیده اند آموزنده است و یک نوعی دانش‌فزایی در رشته ژورنالیستیک اعتراف می شود. ببینید اینا امکان دارند که نه تنها با ولایت‌های خود وادی فرغانه، نه تنها با ولایت‌های خود ازبکستان، بلکه با جمهوری‌های آسیای مرکزی و بیرون از آن، مثلا با شهر سنت پترزبورگ همکاری کردن اتفاق ژورنالیستان ولایت فرغانه، این درک از آن می‌دهد که یکی از رکن‌های اساسی شهرداری و وادی که معرفت است با معروفترین و معارف پرورترین شهر سنت پترزبورگ است، یک پلی همکاری ایجاد کرده‌اند. گذشته از این همکاری سودمند ژورنالیستان وادی فرغانه با چین، جمهوری مردمی چین، اون طوری که رئیس محترم اتفاق ژورنالیستان ولایت فرغانه محمد جان عابدوف تاکید کردند، تا 35 نفر روزنامه‌نگاران، ژورنالیستان، هیئت ایجادی رسانه‌های علاهده جمهوری خلقی چین از وادی فرغانه از ازبکستان دیده می‌کنند. ژورنالیست چی دارد؟ چشم دارد، چشم عقل، چشم خرد. هر چیزی که می‌بیند انعکاس می‌کند و مردم را از اوضاع سیاسی جهان خبردار کند. محیط سالم و سازگار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را اخبار خالص یعنی اطلاعات سالم تأمین می‌کند. طبیعی است که فضای سالم اطلاعاتی، اندیشه و تفکر سازنده جامعه را کارمندان وسایط اخبار عاموی تشکل می‌دهند.
فرغانه باز آغوش گرم خود را به دوستان گشاده است و امروز فرغانه فیض دیگر دارد و واقعا همان پریخانه است و واقعا همان محبت خانه شد از فیض و برکات چهره دوستان. منیره خانم رحیمزاده، راهبر تلویزیون دولتی ولایت سوخت، خوش آمدید به فرغانه. از دیدار شما خیلی شادیم و این با هم نفس بهار آمدن شما خودش یک رمز زیاد دارد. تشکر. دوست آید گرم بر آغوش گیر، دوستانی مهربان را گم مکن گفتن. در حقیقت نهایت خرسندیم که مدت چند سال است که الکی سرحدها گشودند، رفته هست، دوستی هست. پیش از همه میخواستم به سازمان دهندگان این کنفرانسی با نفوذ اظهار مینتداری خود را بیان کنم که ما را سرجم آوردند. امروز ما توانستیم کارمندان وسایل اخبار عامه سرجم شویم، از برد و باخت یکدیگر صحبت کنیم و خیلی خرسندم که پیشنهادی که از جانب ما وسایل اخبار یعنی از جانب ما گفته شد خیلی گرم پذیرفته شد. این عایدی برنامه تشکیل کردن تلموست. پیش همین خیلی برنامه همکاری بود. من یاد دارم سالهای اگر خطا نکنم 90 با دداخان یعقوبوف برنامه مشترک نوروزی را برنامه مشترک هم ازبکستان از طرف جانب ازبکستان هم تاجیکستان یک برنامه خوب و جالبی بود که در حقیقت ما رو یک سرجم کرد و از یک بودن عرف و عادت‌های ما، فرهنگ یک جایی ما شهادت میداد. اولین تلموست نصیب باشد در همین روزهای نوروزی برپا میکنیم و البته با دستگیری یاردمی همدیگری و فکر میکنم که یک چیز جالب میشد. این از هم تاجیکستان هم ازبکستان، تشکر، برادران قرغیزستان بگذار صلح و آسایش و از یکدیگر باخبر باشیم، از تمامی فرهنگمون، صناعتمون. استاد تشکر. واقعا اینجا یک تکلیف دیگر شد که باید همکاری تلویزیون های ولایت همسایه خاصتا فرغانه و سوخت به راه مانده شود. شما راهبر تلویزیون هستید و به فکر شما ما میتونیم این همکاری به جا مانیم؟ نیست کاری که نشود. اگر کوشش کنیم، اگر خواهیم حتما باید شود. راهی حل همین مشکلات ها رو یافتن در کار و فکر میکنم که امروز راه همین حل هست الکی یافت می شود. جهت تکنیکیش رو میبینیم. به فکرم بار دوم فرغانه آمدید. فرغانه را چه خیلی یافتید؟ فرغانه بهترین چخیل که گفتن مروارد جمهوری ازبکستان این فرغانه است، جمچوژن ازبکستان. در حقیقت هم همین است. پذیرایی مردم، پذیرایی خوش و گرم مردم ما را نهایت مثل تاجیکانه. مشورت بین خلقی ژورنالیستان با اشتراک راهبران واسطه های اخبار عاموی از ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان، از ولایت اوش جمهوری قرقیزستان و از ولایت های اندیجان و نمنگان و فرغانه ادامه دارد و مقصد این مشورت یک چیز است: وسعت دادن همکاری، تبادل اخبار با مقصد تأمین اخبار خالص و به هم نزدیک کردن خلقهای سرملتی وادی فرغانه. بنا به تاکید محمد جان عابیدوف، راهبر شعبه فرغانگی اتحادیه ایجادی ژورنالیستان ازبکستان، هدف اساسی کنفرانس ژورنالیستان وادی برای همدیگر را بهتر شناختن توسط اخبار خالص و سازنده از برد و باخت، غم و شادی، مشکلات و موفقیت همدیگر، سری وقت آگاه کردن مردم سرملتی وادی فرغانه زمین گذاشتن می باشد. در این مشورت یک مسئله گشته و برگشته تاکید کردید. این هم باشد همدیگر را حالا هنوز خوب ندانستن و نشناختن ژورنالیستان، خادمان واسطه های اخبار عاموی. وقتی که خبرنگاران همدیگر را نمیشناسند، معلوم است که جامعه ما نیز همدیگر را درست نمیشناسد، چون که
تشکل دهنده و تکامل دهنده اندیشه جامعه، مفکوره جامعه ما میخواهیم یا نمیخواهیم خبرنگاران هستند. و صفت کاتب مسئول اتحاد ژورنالیستان ولایت سوخت تاجیکستان عزیز، خوش آمدید به فرغانه. و من میخواستم بدانم که آینده فردای این همکاری ها چگونه می شود؟ تشبوسی که امروز اتفاق ژورنالیستان ولایت فرغانه آغاز کردن خیلی باعث دستگیری است و البته من بعد اتفاق ژورنالیستان ولایت سوخت و در همکاری با اتفاق ژورنالیستان ولایت فرغانه ما این همکاری را ادامه می دهیم و امروز در کنفرانس بین الخلقی که نمایندگان جمهوری های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور داشتند، خیلی تکلیف و ملاحظات و پیشنهادات خوب بیان شدند. همه پیشنهادهایی که امروز در این کنفرانس بیان شدند قابل قبول است و من بعد برای همکاری، برای گسترش همکاری ها البته راه اندازی می شوند. در حقیقت اینجا شما درست تاکید کردید که ژورنالیستان وادی فرغانه چی در ازبکستان، چی در قرقیزستان و چی در تاجیکستان تا امروز یکدیگر را نمیشناختند. همکاری نبود و امروز خوشبختانه با تشبوس اتفاق ژورنالیستان ولایت فرغانه به همین همکاری یک قدمی بزرگ گذاشته شد. 550 سال پیشتر ادیبان بزرگی تاجیک ازبک عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی همکاری های و دوستی های بین خلقی های تاجیک و ازبک را آغاز کرده بودند. امروز همین همکاری، همین رابطه، همین دوستی را پرزیدنتان محترم ما در شخص جناب عالی محترم امام علی رحمان و شوکت میرزیویف ادامه داده است و ما ژورنالیستان ولایت سوخت آماده هستیم که همکاری را با کلی ژورنالیستان فرغانه و نه فقط ولایت فرغانه بلکه کلی ژورنالیستان جمهوری همسایه با هم دوست و برادری ازبکستان براه مانیم و من بعد البته همکاری ها سببی باز هم مستحکم گردیدن رشته های دوستی ما و شما میگردد. تشکر. البته ما به حرمت روح بزرگ نوایی و حضرت جامع با مقصد آن که هدفهای انسان پرورانه دو سران بزرگ کشورهای ازبکستان و تاجیکستان عملی شود، باید همکاری و رفت آمد را بیشتر کنیم. البته استاد این تشخیص کنفرانسیا ها سال یک مرتبه یا دو مرتبه، انجمن ها، این برای خودش، برای آن که ما حداقل هر هفته تبادل اخبار کنیم، حداقل هر یک ماه خبرنگار همدیگر را به همدیگر فرستانیم، چی خلل میرساند؟ آیا امکانیت هست که عملا همین کار تشکیل کرده شود؟ البته همکاری این همه وقت ثمر آور بود و همکاری ثمر آور می شود و من باور دارم که برای رفت و آمد ما یگان مانعی وجود ندارد. امروز برای کسی را، چیزی را و دیاری را دوست داشتن، اولا آن را شناختن، معرفت کردن می باید. به قول معروف محبت خلاصه معرفت است. خلقمان می گوید مهر در چشم. در کنفرانس ضرورت وسعت دادن تبادل اخبار رسانه های اخبار عاموی وادی، تشکیل کردن تلماست و دیگر شکل های همکاری تاکید کردید. باشد که این کارهایی که امروز شروع شد آینده یک زمینه مستحکم برای همکاری ژورنالیستان جمهوری های آسیای مرکزی شود و من باوری کامل دارم که این ابتکارات اتحاد ژورنالیستان ولایت فرغانه در نزدیکترین وقتها در مرکز جمهوری ازبکستان دستگیری میشد و این گونه مثلا تجربه که شما حاصل کردید در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند دستگیری میشد و من بعد جمهوری های همه آسیای مرکزی در سطح عالی این سازمان ها را، این واخوری ها را، این دیداربینی ها را تشکیل میکنند. بار دیگر از نام هیئت ایجادی روزنامه‌نگاران ولایت سوخت و همه مردم شریف فرغانه اظهار سپاس میکنم. باشد که صحت باشند، سلامت باشند.
بعد مشورت بین خلقی، یعنی بعد اشتراک در مشورت، جایهای بدقت سزاوار شهر فرغانه را تماشا کردند، از جمله به مجموعه نوبنیاد ورزشی فرغانه، به مجموعه اسب پروری نیز آمدند و از این دست آوردهای اهل فرغانه شادمانی خود را اظهار نمودند.